سلام عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان، آقای دکتر، آقای دکتر، خانم دکتر، خیلی خوش آمدید، محنت گذاشتید، سلام که تشریف آوردید. ما قصد داشتیم که برنامه به صورت پیوسته هر 2 هفته یک بار برگزار بشه، که حالا شد به امکانات کانتر کنسلش کردیم، یه مدت نبود. الان از امروز انشاءالله نشده بالا هر هفته یک برنامه یوتیوب تکسر تاک و 3 برنامه یوتیوب تاک برگزار خواهیم کرد و ادامه میدیم. این برنامه ها هدفش اینه که ترویج کارآفرینی، فرهنگ کارآفرینی رو بین بچه‌ها پیش ببره و انجمن علمی خیلی جدی و پیوسته داره برنامه‌های یوتیوب که در بازدیدار رو پیگیری می‌کنه، انجام میده که بچه‌ها بیشتر رو فضای صنعت داشته بشن. خیلی صحبت نمی‌کنم چون وقتم تنگه. اجازه بدید که دعوت کنم از جناب آقای دکتر امیر مقدم، مدیر عامل سلام و عرض ادب. محترم دانشجویان، خودم سالها اونجا میشستم و دوستان بدن میشستم این ساختار پایین رو هم دیدم نمیشه پایین نشستم که یه تدارکی در قلم اتفاق میفته. خیلی ممنون از اینکه این برنامه تدارکی بسیار عالی، از اینکه دانشجوها اومدن خودشون برن کار خودجوش انجام میدن، به نظر من خیلی ارزش داره، درآمد میتونه برای این ساختار شیطانی که فکر میکنه همه میتونن از بزرگ و بودا کار بکنن، به نظر مفید میتونه باشه. خیلی ممنون. صدای زیاد میگید؟ یه معرفی از خودتون اول، اینکه دانشجوی کجا بودین، چه رشته درس خوندین و اینکه کارخونه چجوری شده خب من سال 68 دیپلم گرفتم. برگردی داشتیم از اون موقع شما چه یادتون بمیاد سربازی باید میرفتیم تا جواب دانشگاه بیاد. من رفتم به چندماه سربازی بسیار سختی هم داشتم و اعلام کردن دانشگاه قبول شدیم، نمیذاشتم بیام از سربازی به دلیل مختلف. مدرس 30 سال برای 6 سال رفتم سربازی. بعد برگشتم اومدم وارد دانشگاه شیمی شدم. به دلیل اینکه ما خانوادگی نسل کار نساجی می‌کردیم، به نظر اومد که خارج از سیستم تکنولوژی نساجی وارد بحث‌های شیمی بشیم، چون خودم علاقه داشتم. من وارد بحث فوق لیسانس رو توی MBA گرفتم، دکترا رو توی بحث اجرایی و الان فوق لیسانس رو توی بحث کارآفرینی داشته تهران میدم. به نظرم میاد که با امروز خیلی بحث قشنگ رو تو خواهی یک تمرین مثلا بود. من برم سر اصل مسئله خیلی مهمی نمیدم که چند سال باید رسالی من باید یه تمرین دیگه رو بگم. همیشه اصلا سوال میشه که تمرینایی که داریم چه اتفاقی میفته؟ آدم میتونه آیا بدون پول هم کار کنه یا نه؟ واقعا خیلی مهمه برای همه. و چرا توی ایران بگیم مثلا چون من میبینم که خیلی از دوستانی که دور من هستن میرن و بعد متاسفانه خیلی داشتن برمیگردن موفق برمیگردن یا موفق برنمیگردن. مثلا خب چرا ببینید چه اتفاقی میفته؟ خب ناامیدی، بحث جنگ، بحث اتفاقا کار در پیدا میشه و موارد نشانه. من فکر می‌کنم که نسل 4 خانواده مقدم رو به شما صحبت می‌کنم که بحث نساجی واقعا زحمت کشید که کشور. من این پرانتز بگم مثل دوستان نیستن که خود خانواده‌شون معمولا فرزندانشون از ایران میرن بعد میرن نه بمونیم تو ایران، نه بمونیم و بجنگیم. ما هیچ کدوم از خانواده‌مون که حالا نرفتن یا نخواهند رفت انشاءالله. امیدوارم دوباره تو عرض می‌کردم امیدوارم با هم نرن. موندیم، جنگیدیم، زحمت کشیدیم برای نساجی، کلاه این ساختار نساجی خانواده‌مون زدم و الان همین در حال حاضر تو ساختار کارگروه‌های نساجی سعی کردیم همیشه برند و بروز باشه. دانشگاهیان ناگهانی هستیم. الان تمام حرفوهای داخل پرداز رو که شما جواب آخر میشید ما داریم می‌بینیم. از 28 سال پیش داشتم توضیح میدادم خانم‌های دیگه. من 28 سال پیش موقع جواب 22 دارم، 21 سالم. رفتم پیش مدیر اجرایی یا خدمات عالی جمهوری اسلامی ما. خب اون موقع اصلا ماهاری وجود نداشت، جواب آسمان بود یا جمهوری اسلامی ما. رفتم پرتون بشتم
پرکت زمین بودن گفتش که شما میخوای فرانسوی ها از ایران بیرون کنید، شما قراره نیست فرانسوی ها تولید بکنید. من خب چون خیلی سخت کشی به دیگر رو با هم میشن بانک‌ها و بانک‌ها رفتن تا تونستن 28 سال پیش دارا پرتوهای تمام ایران رو بدن. ما در دوره کرونا تنها چیزهایی که مورد تحقق شده ماسک بوده که پرتوهای داخل بایست که اصلا استفاده رو تنگی گرفت و ما همش زحمت کشیدیم. الان هم توی نمایشگاه‌های خاصی که وجود داره تو کشور دیگه پرتوی ما جزو سرشناس داریم پرتوها مورد تولید خاص برای کشور دیگه داخل ایران میره. الان ما با امرار خورد مصادره شدیم، با خطرهای مصادره شدیم و این دلایل مختلفی که خودمون همه می‌دونیم تحریمی و مراقبت مالی داشتیمش نقص شد. من برای سر اصل قضیه چرا بمونی برای اینکه واقعا کشور ما نیاز به رها داره. کشوری که واقعا همه دوستش داریم. نمیخوام احساسی صحبت بکنم ولی واقعا کشور ما هممون رو دوست داریم و باید دوست داشته باشیم. این که میشه این که اتفاق میفته بیفته 45 سال دارم میگم در شما هم دارم میشتم ولی واقعا حالا بیفته تا نشد دارم نشدیم ولی همون داره برای زحمت بشیم. حالا انشالله هم بتونم آقایی کنم تا خونه ما تشریف بگیریم واقعا بچه ما با زحمت کار میکنیم. لحظه به دست ما 3 شیفت کاری کار میکنیم. هیچ کارگرمون بیکار نیست. ما مثلا توی ارکانشون مقدم کاربار بود همون دوره باز نشسته داشتم بچه ها چون کارخون دارن کار میکنن. پس این یه علم وجود داره که مانده و تونستم به زندگیشون این شرایط سخت اقتصادی که هم میبینیم خیلی از بچه ها سرخوردن میگن این همه درس بخونیم یا اصلا برید کار کنید آخرش که چی؟ کی قرار مثلا برسید که من یه خونه بخرم یه ماشین خوب بخرم همه این چیزا آرزو و همه بچه‌هایی که دارن درس میخونن حالا میگن خانواده ثروتمندی دارن بحثی نیست ولی خودش میگه من خودم دارم درس میخونم یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور ولی خب نگاه می‌کنم اینم آخرش چیزی نیست. من فکر کنم که یه توضیح کوچیک بدم. من تصورم اینه که اگر فکر کنیم و روی هر کاری کوچیک من یه مثال باید بزنم. من 2 تا مثال دارم. هیچ کدومشون هم دستاجی نخوندن. دلم نمی‌خواسته اجبار کنم چی می‌کنه. یکیشون مالی می‌خونه، دانشگاه شهید بهشتی، یکیشون هم صنایع می‌خونه. و هر دوشون گفتن که باید پول در بیارید و روی خودتون بیست. این که من الان شما پول میدم نمی‌دونم یا هر دوی من میدم. و الان هر دوشون باید کوچیک شروع کردیم. یعنی سرمایه اولیه نه زیاد. اگه من بهتون بگم شاید اصلا باورتون نمیشه برای سرمایه خیلی جزئی شروع کردیم ولی سرمایه داری بودی که همه باورشون نمیشه دقیقا کم باشه ولی الان هر دوشون وارد کار شدن. بعضی ما بشیم که اگه تو خیلی ما بهتون قرض میدیم نشون بیان باشه نشون باشید توکیم خودت اصلا شبا میدونم نشون میدونم باشه یعنی اگه بخواهیم تو قرض میدیم تو خارده میدونیم ما همه کار خوزداران در حین آنجا پول داریم در این حال تنشون میتونیم دیگه باید من خیلی کوچیک شروع کردیم. حالا بقیه هم چه برگردیم ما مدت‌ها که خواسته‌های مختلفی از بود بازید یکی از موارد خیلی مهمی که من به نظرم میاد که باش مسئله دارن لباس کار رسانده مجموعه‌هایی بود که همه کار میکردن. لباس کار میتونه لباس کار خیلی ارزون باشه میتونه لباس کار تخصصی باشه. شما چون تخصصی همه تو میدونید لباس کار از پلیستر پنبه میتونه باشه درصد مختلف میتونه باشه 50% پنبه 30% پلیستر یا حتی میتونه لباس ارز قیمت 100% پلیستر باشه. آنتی‌استانی مثلا تو اتاق رنگ ایران فوتو یه لباس فاصله از پلاستیک که من در مورد آنتی‌استانی یک استاندارد خیلی خاصی داشته باشه یا روز از این لباس‌های خاصی که حالا اینا وارد بحث بچه‌ها نگردم ولی با لباس کار خیلی کوچیک برای خانه‌های 10 نفره برای خانه‌های 8 نفره شروع کردم به کار کردم. الان خوشبختانه من شیدم با مای بیبی الان دستم برای 800 نفر دیشب هم داشتم خوشحال شدم رفتم با یه شرکت رانی الان دستم برای 1000 نفر. خب این اولا باید کنم شونه تابه 10 نفره 10 آدم رو رفتن لباس دادم و شروع کردم به کار ایسا مهما شروع نکردم مهما رو خودم میشکل کردیم چون من دانشگاه بودن و بحث دانشگاه که نمیده منطقه‌کش میکردیم ولی عملا ما خودشون باید قبلی کاردای 10 نفره هواشگاهی شروع کردن توی همه خاک سفید تهران شهر تهران
اول اونجا شروع کردم من کارگاه نقلی 48 نفره مجموعی 10 نفره بعد الان مثلا بنده مایی بگیرو و 800 نفر بعد الان راهی و 1000 نفر دارم میرن. این میخوام بگم بحث اصلیشون کوچیک شده 8 تا لباس کار باید یه حد اکثر حد اکثر هر لباس کار 400 تا 500 هزار تومان هزینه بیشتر نداره. یعنی 8 تا 500 هزار تومان 4 میلیون تومان. یعنی واقعا شما فکر کنید مثلا با 4-5 میلیون تومان یه کار شروع کردن واسه خودشون ندوستن رفتن لباس کار رو گرفتن بردن ولی واسطن بالا سرش تحمیل گرفتن دفعه دوم رفتن پارچه کمک کردیم بازم دوباره لباس کردن دفعه سوم که پارچه بشینده بودیم پارچه اینطوریه پارچه رو بردن و یه جور خرید بودن توی منطقه نزدیک شهر تهران بردن دادن دیدن یه چیز دوشون بیشتر شد یاد گرفتن من لباس بخرم ریلی داد کنن بعد بفروشن اومدن رفتن لباس ها رو دوخته شده نگرفتن سودشون کردن بشه پارچه گرفتن رفتن بودن بعد حالا یاد گرفتن جایی کردن مثلا 1000 نفر یه امکان داره ما به نخت بخریم بریم پارچه باز کنن شما برای ما رنگ کنید و بدوزن باید بفروشیم. الان هم با یه مجموعه به نام سیمول که میدونید که بزرگترین تولید کننده اعلام تویور عملا ایران سیاران مثلا جزو مجموعه است اومدن مثلا صحبت کردن که ما میتونیم اینو تو بحث فنون نامونریاس بکنیم که یه مقدار جلوی بوی بعد اون مرداری ها رو بگیره به اضافه که آنتی باکتریال میشه. به نظر میاد اگر اتفاق بیفته خب از این کوچیک شروع کرده با به اینجا رسیدن. به نظر من خیلی به عنوان که استثنا نکته مهم نیست که میتونیم از کوچیک شروع کنیم نیازی هم به درز نداره نیازی هم به این نداره که ما بگیم نمیتوان کار سختی هم نیست. کارخونه ها میبریم دنبال اینه که درست دنبال ارز میگردن ولی دنبال لباسایی که میگردن که بتونن جوابش بدن و خوب سرویس بدن. ما تو اصل مدیریتی میگیم باید مشتری اینقدر تنبال بشی که از جای خودش بلند نشی. شما وقتی لباس کار برید در کارخونه تحویل بدی اون دیگه بلند نمیشه بفرید تا خیابونه سپر یا خونی بره دنبال لباس وقتی شرایط ترافیک بحث آلودگی هوا خیلی از این موارد وقتی میگیره دیگه. شما کارخونه خودتون بافندگی و رنگرسی و چاپ ما ریسندگی بافندگی رنگرسی و تحقیق ریسندگی رو چند سال پیش دلیلی ما بیشتر محصولات ما تولید و صادرات میشود یعنی ما تمام کشورمون یعنی پارچه هایی که تولید میکردی برای آلمان برای کافو CIA و برای لندن انگلیس پلیسان انگلیس تولید میشد و ارسال میشه ولی بعد از اینکه بحث هولوکاست و بحث آقای احمدی‌نژاد پیش اومد به دلیل مشکلاتی موجودشون از سیاسی نتونی دیگه عملا هیچ کدوم از دوستان آلمان و انگلیس مخیداری نکردن و ما بعضی مدتی که قبل از اون اول پارچه می‌دیستیم نقدونی لباس تولید میرفت بعضی مدتی می‌کنم خودتون باید لباس شدیم ما لباس رو تهیه می‌کردیم و بهشون می‌دادیم و بیش از 80% محصولات ما صادر میشه و ما پول جمهوری می‌گرفتیم و اول پول هم نمی‌آوردیم ما هر چند سال یک بار ماشینامون رو به روز می‌کردیم به جای پول بیاری ماشینامون به روز می‌شد چون می‌دونید زن نساجی یه خودش محمد ما بهتر بود هر 5 سال بعد ماشینا به روز می‌شد الان توی ترکیه یه اتفاق افتاده که اونها میان هر 5 سال که ارتش افسوده میدن یک سال به عنوان تشویق پرداخت می‌کنن و جا ارتش افسوده رو و به‌جاش نوسازی ماشینات می‌کنن. الان من هم آخرین بار که خدمت آقای عطابک دیدم این توضیح رو دادم که بتونید این کار رو بکنید کار موفقیه ما هر 5 سال یک بار اتفاق بیفته میتونه از ارتش افسوده ماشین استفاده کنید دانشگاه به روز و مصادره چون اکثر خب دیروز آخرین باری که مقبول کرده بودیم ما تو بخش ریسندگیمون و بخش قسمت پزشکیمون تقریبا به روز مجاز کنیم بیشتری به عهده ضبط دوستان بافندگی مونده که برآورد کرد تو 5 سال آینده نزدیک به 3 میلیارد دلار که سرمایه‌گذاری و جمعیت تو قسمت ریسندگی و خدمات شاه اگر 5 میلیارد با سرمایه 5 سال بگذره از 1403 تا 1408 اگه سرمایه‌گذاری کنیم به نظر میاد که بتونیم روزگار موفقی داره آینده شد چون دوره ما اتفاق افتاد و مشکلات رنگرزی و چاپانی سندی و بروزیسانی شد الان تو موفقی اون نقطه ضبط کمتر در زنجیره از نساجی موفقی واقعا نقطه مهم نیست یکی از دلایلی که پاچا هم روی آن داره میشه به خاطر این موفقی امروزم حالا سوالات
در سال آینده خودتون رو کجا می‌بینید؟ وضعیت کارخونه رو کجا می‌بینید؟ می‌شینید جاش؟ خیلی سوال سختیه. مثلا بهش فکر کرده بودید؟ ما 5 سال آینده رو دیده بود. 5 سال آینده. به نظر ما باید تو بحث چاپ دیجیتال اولین کاری که می‌کنیم توی بحث دیجیتال با حد و قطعا باشیم. الان یک چاپ‌های نوت‌هایی که تولید افغوره ما تو دیجیتال الان داریم آفر میشیم بس که میتونید شما یک دونه روستایی رو چاپ کنید برای اشتباهش تا بدونید و یا مثلا به خبرهای پارچه‌های بین‌المللی اینجا اینو با تو رنگ‌رزی وقتی می‌خواید پارچه رو رنگ بدونی روستاییش کنید میگه بعد حتما 150 کیلو حداقل پارچه رو رنگ می‌دید. ولی شما وقتی می‌خواید توی دیجیت نمونه حداقل شما رو توی تابع 30 متر هم بتونید رنگ کنید. در واقع مشکل نمونه گرفتن رو تونستی مطلبه تو بحث چاپ اگر اتفاق افتاده الان با این بحث‌های چاپ‌های به صورت دیجیتال اتفاق افتاده شما می‌تونید یک قمار روسری یک قمار لباس چاپ کنید بگوزید مشتری بگیره تایید کرد بهتون مسئول دارید. به نظر من سال‌های آینده برید به سمت چاپ‌ها و کارهایی که روز بین اضافه میشه تا من تایید مشتری میگم و بعد خیلی هم مثلا این یه مشکلاتی توی اتفاقی داری مشکلاتی هم توی چاپ داری. بله الان دانشجویی که دارن درس میکنن واسه ارتباط بین کارخونه و دانشگاه و دانشجو شما حاضری که مثلا پروژه تعریف کنید با دانشگاه و دانشجوها که بدونن مشکل کارخونه شما حل. چون الان اکثر پروژه ها بچه‌ها همینجوری انجام میدن که فقط پایان‌نامه رو بگیرن مدرکشون بگیرن. اینجوری هم باعث میشه که کارخونه پیشرفت کنه، خود اون دانشجو وصل بشه به صنعت و از طرفی هم پایان‌نامه‌ای که میگیره کاری که کرده کار با ارزش اگه چیزان حسابش استقرار زدم اصلا دانشگاهی که من نظرم کار نکنه در آینده اصلا موفق نمیشه. کلمه اصلا استفاده کنه تاکید دارم. این اگر فکر کنیم ما فقط درس میگیریم به نظر موفقیت نمیشه. این حتما باید کسی که درس کنه بکنه در آینده بتونه کار کنه و موفق خودشون چه این مطالب من که اعتماد دارم که حتما باید برم گفتن که نه حتما باید درس بخونی و کارم نکنی فقط این دوده که درس بشه اونجا چیزی دادگاه آقای کوفه خانه کنه ولی من به عنوان صنعتگر میگم اعتقادم برای که حتما دانشجو که در حال درس خوندن و کار کنه شما تو بحث دیگه دکترا بهشون میگین هیبرید دیگه کسایی که هم درس می‌خونن هم کار می‌کنن ما باید کیس استادی جوره بدون ممنوع رو مثلا که بریم دیتیل کار شما مثلا بعد به مافعله رو ببینید ما الان می‌دونیم که کارگاه تو کارگاه نمی‌کنیم ولی باید این کارگاه صنعتی کار کنید حرف کارگر رو بشنوید و بعد خودتون مافعله کنید و بعد خودتون طراحی کنید چه گذاری کنید چه پیشو ببینید چه پیش بخشی رو وجودی مستقیم رو همه موارد که در این مثلا کار نکنید گرم خواهیم پوز و موارد دیگه نباشیم درست و نباشید هیچ کدوم از اینا لمس نمیشه و بعد جالب اینه که اگر در مورد کار تخصصی و کار باشه ممکنه کاری بکنید که شبیه کنید مثلا من در لباس کار مثال زدم خیلی از موارد مثلا در مورد وسایل آشپزخونه من میدونم که الان خیلی از مواردی که ما داریم دارم خیلی موفق میشم به دلیلی که میرم داخل آشپزی رو میدونم از ایران میرم به عنوان شف خودتون میدونید هم میدونید خب این را این مسائل آشپزی رو آماده بکنید بریم چه اتفاقی میفته من دارم کلام رو صحبت نمی‌کنم نمیگم کار کنید من این خودم دارم میرم پایین خورد میکنم که اگر بحث کار کنه این نزدیکی یه ماشین 55000 یورو نمیگم یه ماشین جان کارت 130000 یورو نمیگم یه ماشین آفردگی فرش ماشین 2 میلیون و 400,000 یورو من خودم موضوعم در سطح اینکه با 5 میلیون تومان میشه کار کرد چون خیلی از آدم‌ها میگن که بس می‌بینیم ایرانشان بازم بعد صدا داریم امروز هم می‌گم صورت ببینید چه با 5 میلیون کارفری ایجاد کرد لازم هم نیست که فقط به نظر من اون ممارست انگیزه کاره مهمه مثلا دلیل که آدم بهتون میگم با اینکه بتونیم با کوچیک کار کنیم همه موفق میشیم اینکه فکر کنیم کار نکنیم در آینده بعد از درسمون خیلی از فرصت‌ها بود هست. شما نظر واقعا تعریف پروژه نیستش چرا پروژه پروژه محور باید همین کارا پروژه من لباسدار مهمان پروژه مطرح کردم یک کیس استادی پروژه محور دیگه بگم الان بچه‌ها اگه بخوام بیان توی کارت شما کار کنن چجوریه چه امکاناتی دارن چه حالا شرایطی هستشون هم میتونن درس بخونن شما کار کنن تجربه دست بزنن خود یه بار فاصلهش اتاق 120 کیلومتر رفت آمد برای بچه‌ها سخت بود
البته میدونی دیگه الان با ظاهر محدودیت ها کارخونه تقریبا ندارید چون به خاطر مسئله آب مسئله موارد دیگه یه دفعه 420 کیلومتر با کارخونه نسلی تقریبا ندارید. اگر منطقه استفادهش کنم به دلیلی که اینقدر بازم مسئله رسیدن بیشتر میشه 200 تومن. اونم شما بود دوستان که دانشجو چرا وقت داره بیاده. به نظر من دفتر مرکزیش اگر بتواند کار این رو انجام بدن. من توی فروشگاه بخش همراهی میدونم خیلی الان کار دارم موفقم. من یه دوره‌ای رو نمیدونم یادتون هست مدارات فرانسه با اینجا یه دوره همراهی رو گذاشت. دانشجوهایی که با همراه بودن در اون دوره الان همه شرکت‌های ایرانی و حتی من داد از خانم‌ها که رسول خیلی برنده شما میدونید که فرانسه بوشن استخدام شده. اون دوره خیلی دوره نقاط نبود آموزو برم. یعنی اولا از دوره طراحی هم میشه رفتن اینجا برگیزه کرد خود بستر کارخونه هم نمید. ولی کارخونه مقدم برای از که فرصت بدهگری بسیار میدونم آخر گام چه کارخونه‌هایی هم که مثل کارخونه از فاصله نزدیکی داره خیلی گمرم نیست به کارخونه که بیش از 4-5 سال بدم. آن قطب نساجی که یزده و اصفهان البته جدیداً زنجان به دلیل داشتن آب داره قطب نساجی خیلی قدیمی میشه. کارخونه‌های برجین، زرجی، کارخانه‌های دیگه اون منطقه سرجی کارخونه قدرتمند داره که البته مشکلات مختلف را باز رفته کامش داد اینجا. دیگه داشتن آب قطب نساجی آب خیلی داشتن و راجع به مهاجرت هم که صحبت کردید کاملا مخالفی بمونیم و بجنیم. میدونم ولی بمونیم و بجنیم. من سعی کردم این رو بگم هر جا بیشتر اینو میگم. من تو انجام صنایع نساجی تو اتحادیه جمهوری رئیس هستم. من عضو هیئت دولت تهران هستم، عضو هیئت دولت ایران هستم. من حالا اجرا نمی‌کنم جوابای نسبت به اعضای یعنی دو تا میدان انگلیسی 90 ساله و 85 ساله من که میشینم با صحبت میکنم اونها هم همیشه دیگه ایگاه چه اتفاقی میفته آن دو شکلی صبر کنید برای جوابتر نسبت به اونها باید نمیخوام بشنید واقعا چاره ندید. خب نظرتون راجع به بورسیه دانشجویی چیه؟ الان خیلی ها میتونن بیان برگردن کار کنن دارن بسته میکنن میان کارخونه‌شون توی تحصیلشون شما بهش حقوق کامل بدید حقوق پایه رو و بعدش هم متعهد بشن که بعد از اتمام درسشون 5 سال بیاد تو کارخونه‌تون کار کنن. معلم‌دار اتفاق این همین دو تا از فلسفه نساجی همینجوری هم که اومده هم کشون تو رنگسی کار میکنه امریکی گشنم کار میکرد و رفت توی نساجی شهر برد رفت ولی الان جانتون از این دو نفر یه نفر شیدن رو همیشه به نظر من که کاملا آزادی میدارم ولی به شرط که واقعا دانشجویی باشه میدونه فهمن بحث نساجی مثلا شرکت ما که خیلی براش بحث دانش مهمه اومده به اطلاع گرفتن رفتن به نظر من خیلی مهمیه در خودش باشه هرچی براش شما سفته دارید اهمیتی ندارست مهم اینه که اخلاق وقت رو باشه نساجی هم توی کار سخنتی اخلاق داشت خیلی اهمیت با این حقوقی که مد نظرتون برای مهندس صفر که بازی فارغ التحصیل شده اومده با خودتون کار کنید چقدر برید برای در آینده چقدر روش کن به هم بگم ببینید من یه چیزی بگم شما برای یک کارمندان عملا یه مقداری راضی نگهداری پرسنل کارمندان ها سشیت ها یه موقعی تا 20 سال پیش تا حدود 20 سال پیش واسه شیفت 8 ساعته رو می‌کردیم و کم کم دیدیم که تامین نیست همون حال اومدیم دو شیفت 12 ساعته کرد یعنی هم حدود ها تو ساعت 4 کار می‌کنیم یعنی دقیقا همون سه شیفت رو رعایت کردیم ولی با 12 ساعت یعنی هر پرسنلی بود 100 ساعت زده کار ما هیچ کارمند یا کارگری حقوق زیر 24-5 میلیون تومان تو کارمند نمیگیره هیچ کارمند یعنی تو کارگر سالت کار 23-24 میلیون تومان میگیره از جوری کار حالا کارگرده میگم با مهندسان هیچ خوب ببرده باشه دانشجوی هم که تحقیق داشته باشن به مراتب سریع رشد میکنن مثلا ما دانشجوی شیمی داریم که
توی گروه تحقیقات کار میکنه، خاص برای حساب کار میکنه، تو قسمت آزمایشگاه ما شکل‌بندی میگیره، قسمت آزمایشگاه، کمک آزمایشگاه حدودا داره فکر میکنم بالای 25 میلیون تومان بود. خب بچه ها اگر سوالی دارن ما خود دو زمینه که همون مورد دو سکه راستان یه شبه کسی از بچه ها سوال داره صدا میرسه. سوالی میرسه فرمی سوالش نه آره مثل اینکه بردن بعد الان من مثلا دانشجویش و نساجی هستم که فقط نساجی بهشون همه دانشجوی خانه دیگه نیستن که کافه نساجی. حالا شما چه تصمیم میگیرید وقتی نساجی خود تخصصی که فعال میگیرید در زمینه نساجی بتونه در آینده داره کارش مثلا استخدام کنن شرکت مختلف از بقیه دانشجوهای دیگه روی کردن چشم بگیره یا حقش برده نشه با اینکه مثلا این رشته رو انتخاب کرده تا این دانشجوی دیگه که شاید دیگه رشته دیگه رو انتخاب کرده ولی آپشن‌های بیشتری برای دانش هست حالا نه فقط نسیج بلکه تخصصی باشن. من فکر کنم چند تا موضوع مطرح کردم که اصلا موضوع به نظر آن رشته نیست. شما وقتی رشته درسی نساجی هست خیلی عالی، ولی اگه در هیچ کار بکنید خیلی از موارد رو یاد میگیرید. حتی اگر نه رشته تخصصیتون بر اساس کارتون باشه میداره، یعنی شما مثال دارید با توی کارتون نساجی هفته یک فاصله بزن و نمیتونم رنج چیه دیگه دانشگاه میگه نمیدونی تو آسمانشگاه رو میگه ولی اینکه این جت رنگ ساسی داره جگیره یعنی چی؟ شیب رنگیتی چه اتفاق میفته؟ اصلا چه اتفاق میفته؟ پارچه میشکنه، شکستی به نور میبره، اصلا چه آموتیپریزینگ راش میزن. اینا همون چیزایی که شما در این حال یاد میگیرید و اگر در این تو شما شانس دوباره تو هفته بعد از شاخه بزن بهت میگید نظر شکستی چیه؟ و چه کاری میکنم؟ بعد این پارچه پنبه چه اتفاق میفته؟ تو پارچه پولی استفاده میکنم. بنابراین باید حتما در این درس میکنید علم جو رو بر اساس کاربرد کاری انجام میدید. حالا این طبعا خوابی بوده هایی بخواد رو برمی زدن فکر میکنم شاید رو کمک کنه به این قضیه ولی به نظر میاد باید بیایی واقعا اصلا تو رو بالا بزنید که همونطوری بگید این که حالا فقط نساجی بشین در بعد الان ما بزرگترین سرگردانی دانشجوهای پلیمری و دانشجوهای مکانیک الان برای چون دستگاه رو برای دیگه میدونم ما به دلیل آلمانی که تغییر رسیم ما تمام باشگاه نساجی آلمانیه بیشتر به آلمانی مسئله ما جواب آلمانی هیچ کنم از کارشناسی آلمان نمیدونم مجید به ترکا بگید ترکا بیاد بنابراین یک از مهندسان بحث الکترونیک آیتی و بحث مکانیک بنابراین لازم است هم نساجی بشه خیلی از هم میتونم کمک بکنم من کلی میگم ما که داریم مهندسی نساجی می‌کنیم و وقتی تیم امروز شرکت با یک اپراتور فرقی نداره یعنی مهندس صفره بهتر که این مسیر رو ادامه بدید تا بعد 8 سال 10 سال به یه سطح خوبی برسه یا اینکه بازار آزاد میشه بودید پس که برای با رایه ها رو زندگی میکنیم دیگه شما کتاب ها همونجا خوندید دیگه رایه میگم چیه تاجر هم خواهد داشتید رایه اینه که بین تو کارپوره کار کنید من فکر کنم من که با رایه هم زندگی میکنم به فرزنده ها هم مطلق دیدم پدرم هم اونطوری میکنه به ما رایه ها من دوست داشتم همیشه کارپوره کار بزنم من اولین ساختمانی که ساختم تو سنه مثلا شما هست اولین ساختمانی که ساختم تو بلوار اسفندیار بانک اقتصادی از من خیلی 14 تا 15 سال ولی دوستان داشتم رو مادر تو کارگاه هستش دسیژن هم برام سخت من گشت کارخونه خودم این گشت پای خودم ریختم برای اینکه نگفتم به کارگرم بریزه خواستم دلم می‌خواست از اول کارخونه‌ای که کارخونه جدیدی که مال 1940 بود مقدم دیگه کارخونه جدید اونجا تو 1974 زنباخت و سابق رو اندازه شد خودم گشت شده دارم یعنی اولا تصمیم دارم علاقت تو رویات من رویا میمون که کارخونه لا باشه رویا اون دیگه میگه دارم با پرسنل هم اتصلا من اسم کوچیک بچه‌های کارخونه رو میدونم و دلم بخواد باشون کار کنم دلم بخواد باشون حرف بزنم ولی خب اگه اون ساختمون رو حالا ادامه دادم خانواده ولی من اگه ادامه دادم البته جایگاه دیگه بود
ولی با فاطمه من هیچ وام از هیچ بانکی کتاب نگرفتم باورتون میشه بچه‌ها. حالا یه سری ادعاءات شکلی دارم و ادعاءات شرعی دارم توی بانک سرمایه‌گذاری حلال نیست سلامت نیست. یک ریال از بانک کارامون نگیرید. همیشه زامن خودت به زمانی هم کار کردم. همین الان به شما نشستم میخوام یه جت رئیسی بخرم از مجیب‌های تیسا نمیده گفتیم یا ترکیه متاسفانه اسمش رو عوض میکنه به ما میدید. الان به تفریح دارم چند قیدی روش میکنم ولی باید میکنم چون اگر ما هر سال بازسازی نکنیم ما یه جور از دیگه وقتی بشه کسی. حالا بچه ها میان تو کارخونه ها میبینیم شما که ما یکی از بزرگترین هنرها بودیم که مصرف آبمون رو میاریم پایین. ما یکی که رنگرزی داریم برای درست کردن که گاوا تلویزیونش پیدا که 4000 متر باشه آمودی کردیم 600 متر چون ساقه از منطقه بسیار بیابه کشوره و این تو خالیه داره اصلا تو خور نیست. حالا بچه که جنسون میشناسن توضیح میدن تو خالیه و این مورد یا مثلا برای بخش بافندگی و برای رطوبت درست کنیم از آنی که دلش میکنه برای بیاد از اون رطوبت رو ایجاد میکنه نه یاد این قام از میده برای من بیست میشه. برای با رویه ها زندگی میکنیم خواهیم تاجر بشیم راه های تجارت برای دستیابی به مراتب به نظر کوچی بشه تو از کنم دیگه لوازم آشپزی که به شدت مصرف داده لباس کار و اعتقادی همین مهندسان پساتاری آراج اتاق بازرگانی تشریف داریم توی کاری گوشه و صادرات تشریف داریم به خاطر این میگم یعنی بحث تجاری این صنعت بسی هستش که بدون پشتوانه مالی و بدون پشتوانه منابع کاملا به واقعیت بیاد احساس را کار این شما الان لباس کار وارد کار بشید همین الان بگید لباس سرمایه ولی به شکل سماجت داشته باشید. من به بچه ها میگم مبارزت موفقه عالم و مبارزت به مجد کمونی ادبان استفاده میکنم و پرون باشید اصلا پرون نباشید یک ریال با نظر میگه این من بیام وام نگرفتم بالا 28 سال ما قدرمه کار کردم با پررویی کار کردم. شما مگه واقعا روز میشه کار کنید با پررویی واستی رو کار کنید ولی اگه دانشجوی ساده و یه کارمند ساده بشید به نظر من نه این اصلا خودتون آیت خودتون نیست هر جایی که کش بالویه هاش بسازه آیه لطفا تو اگه موردی هست شما باشه هر موردی هست شما برمیگه درباره مهاجرت و مثلا که صحبت می‌کردیم می‌خوام بگم فکر می‌کنید در حدی علم و دانش داریم تو این صنعت که بدون نیاز به مهاجرت ما یعنی بگیم رو یاد بگیریم برگردم 100% مثلا 1% فاصله نمیذارم خلاص هم باید بریم اون بعد منم حداقل هر سال حداقل دوره نمایشگاه کمتر میگم سوار دوبهی برای عزل کردم نمایشگاه پارچه گذاشته بود از دست داد ولی باید میرفت حتما باید به علم میزنم یه تکنولوژی و علم نسبت به جهان خیلی فاصله مایتر فاصله داریم خیلی پایین تری ولی فاصله نمیتونی بگیم پایین تری ولی فاصله داریم من خودم دارم به روز نمال حالا در دارش که مقصد داشته گفتی که پریفرنسه به روز این توی نماله ولی تا نمیدی و حس نکنیم من توی نمایشگاه آخر زن با دانشگاه پلیتکنیک و جای دانشگاهی از خیلی قدیم داره کار میکنه ما یه حالا فکر میکنم من خواهم اجرایی که دارم خیلی جالب باشه بچه نکتونه که خواهرمون موندی که قناطه‌ای که بزرگترین آب کشور در منطقه است این اصلا رطوبت آبشون رو میبره یکی از این گذرات صدا میدونی چه دایوری علمیه یا یکی بخواد بشه پذیره بردارم اومدیم با هم جای دانشگاهی اینجا صحبت کردیم فکر کرد یه تولیدی کردیم که این بستر رطوبت رو اجازه شستشوی شماسا رو نداره یه بالشتک امروز کرد که از نهر کایر بود از تایر سما نهر گرفتیم اومدیم یه پارچه رو کافیم با بافت کافه با نهر کایر به صورت بالشتکی
مشاور دولاری بافتی شما واسه ساندویچ به همه بلدید واسه دولاری هست اینو توش بتون توی قسمت قصر میتونه تاثیر کردن اضافه کنار رطوبه دیگه شما ساده رفت توی سکه میتونه بستر رطوبه هست نمیبره تو می علمش رو یاد کردید دیگه اومدید بررسی کردید تحلیل کردید و فکر کردید مثلا چرا بالا تای چون باید حد های دنسیتی باشه ولی ما سواری رو نداشتیم بدون بررسی کردیم و جهان رو بشکنیم بررسی شو بین گفت حتما باید حتما حتی اگر بینم کار کنید همش بهتر ما الان پروژه ضد آتش رو سال‌هاست داریم گذاشته رو تکنیک داریم رو دنبال این نظر با خانه رکبری تدریش داریم دنبال میکنیم نتوانستیم مشکلاتی که داره بسیار زیاده رکبر خاصی میخواد داریم وارد میکنیم و دلمون هم میخواد بارها گفتیم که اگر این محصول داخلی و نویسازی میشه ما مصرف لیتیم رو نتنها خیلی از عنوانهای نظامی کشور هم نیاز دارد مثل تولید انبوه خواهد شد ولی موفق شده هر چقدر قبول بکنم موفق سوال داشت یه دو سوال داشتم یکی اتاق بازرگانی هستی جایگاه صنعت نساجی ایران توی هم مثلا صادرات و جهان چطوریه سوال دوم همی که الان بحثی که رو انجمن و اتحادیه هستش این که جلو واردات پارچه رو بگیرن این واردات پارچه‌اش بگیریم این انحصار نمیشه ما با هم فاصله زمانی که گفتید فاصله بگیریم یعنی خودمون نتونیم برسیم یه انحصار صورت بگیره ما همچنین وضعیت ماشین و روز کنید که الان هست به مشکل مورد نمیشیم به نظر خیلی سوال جالبی بود اولا من تنها قبل دو اتاقای بازرگانی هستم و همیشه هم صحبت ها رو کنه انحصار که میگه اصلا به چه کار درست نیست که الان تو خودرو ببین چه بلای سر کشور اومده الان چینی ها داده میرسن و الان همون ماشین های واقعا و 25 درصد سایفادی هم درستان یافته و جالب اینه که مجوز هم دارن ماشین بی‌کیفیت رو همه به اضافه می‌کنن بحث اصلی انحصارش کرده شما رو تو دریازه بودید من که انحصار شد داره واردات میشه و این یخچال بین من چطوری به وارد کشور میشه همه برشون تعجبه مشکل لباسشویی مشکل ظرفشویی به وارد کشور میشه جالب ما یه سری بحث اصلی تو واردات شما میدونید که ما تو بحث واردات پوشاک انحصار ایجاد کردیم دیگه حدود بیش از 5 سال 6 ساله ما وارد پوشاک کشور اومدیم 2.5 میلیارد دلار ما اعتقاد داریم داره پوشاک وارد کشور میشه ولی این نگران کننده نیست نگران کننده اینه که ما دو مدل پوشاک متاسفانه بدتر داریم که من تو رادیو اتصال نیروز صحبت کردم توی شبکه خبر هم موضوع آوردن لباس‌های رسمی لباس‌های کاریفورایی شما کنار بیابون‌ها آخر شب‌ها تو اتوبان‌ها توی بازار تهران که وارد میشی کنار این همه اول زور از شما رو خوردی و هر مسلم که میریم حالا درست نشده و هر مسلم که میریم در فلان فیلم‌هایی تماش رو دونتورا دارم میفروشن حالا اینجا من نیدم چون خودم دیدم با دارم هست و عکس گرفتم مردم داشت بدن با آقای رضوانی فرقیسی که کنار من تو اتاق بازرگانی میشینم میرید بچه اتاق بازرگانی اینطوریه که 40 نفر از آدم‌هایی که به نام هستن رأی و مرأی عضویت عملی دارن و 20 نفر هم از وزرا یا معاونین وزرا مثلا آقای فرزین رئیس بانک مرکزی هم اونجاست این 20 نفر دولتی هم جواب بخش بیسی رو بدن از تجارت از صنعت و از معدن و از کشاورزی میشن از اونها بازرگانی اونا مشکلات صنعت رو با 20 نفر هم باید جواب بشن هر ماهی هم یه واژه هست مثلا دیروز نماینده اتاق بازرگانی ایران جمع شدن که 600 نفرن فردا سه‌شنبه نماینده اتاق بازرگانی تهران که 40 نفرن و 20 نفر داره 60 نفر یکی از موضوعات بزرگی این که مطرح کردیم همین موضوع واردات بی‌رویه یا پیره‌وری می‌بینید هر کارت پیره‌وری 90,000 تومان ورود داره دکتر شما می‌بینید هر کسی میره پیره‌وری میاره و نه تعرفه داره نه میره پوشاک حالا پوشاک که ما بیاره بزنم چیکار نداره
کارخونه‌های پوشاکی ما به روز فرما شمال مهاجم بدن. ما این کارخونه‌ها به روز نشند از نمیرن، پس ما کاملا مانستار بخریم. ولی انحصار نباشه به صورت پاشا هم نباشه یا کاری از خود نگرن. این یکی از بزرگترین موضوعات من قانونی بهداشت هم رو صحبت کردم. گفتم ما با لندن رفتیم خیلی از این امبارش رو خراب کردیم. گفتم شما فکر میکنم که زون نمیگیم دو تا سه تا قانون دیگه. پس موضوع ما انحصار هست، ما انحصار ادامه. این که چه اتفاقی داره میفته، ما باید بتوانیم تولیدات پوشاکی رو از 5-6 سال به جایگاهی برسونیم که اگر در دستور ما چه اتفاقی باشه چند تا برای ما اتفاق افتاده. به نظر من یه از بین نمیاد. به خود شما میدونید دنیا رو این گیشتیم و الان من باشم توضیح بیادم بنگلادش 55 میلیارد دلار صادرات داشته 2023 51 میلیارد دلارش ایشان نساجی. میدونید که واقعا یه اتفاق عجیبیه. ما 2.1 میلیارد دلار واردات داشتیم 500 میلیون دلار. حجم نساجی دنیا 1890 میلیارد دلاره، ما 64 صدو بگیم میاییم، یعنی زیر 1% من قرص آمان نامفاده نمیده ادامه بگیم. من واقعا دلم نمیخواد آمان نامفاده ولی باید سرمان بشید. این نتیجه نمیگم مهاجرت نکنید ولی من علم مهاجرت کنید و برگردم. اینه که واقعا بیمون تو کشور رو و محصول تولید بکنیم، با تجارت بکنیم، با رویاهامون کار میکنیم، میتونیم پول در بیاریم یا خودش هر کدوم میشه یادم بگیم. فرشاد اسم که سوال خود خبر رو از خودت بپرس برای شما. سلام عرض ادب. بابت سخنرانی که داشتید پاسخ به سوالا من چند تا سوال داشتم. یک راجع به بورسیه دانشجویی. الان بیشتر بچه‌هایی که ارشد هستن معمولا کار هم میکنن کنار درسشون و تقریبا 2 روز تا 3 روز دانشگاه برای روز تایمشون دست خودشون، ولی جایی که کار میکنن عموما روزایی که میان دانشگاه رو به عنوان مرخصیشون رد میکنن. شما الان به عنوان مرخصی رد میکنید یا نه؟ به عنوان مثل یه کارگر ساده مهندس سفت که میاد براشون مرخصی رد نمیدید، مرخصی که اون سر جاش هست. اصلا ببینید ما این یک کار خیلی خوبی که میکنیم من معمولا تمام بچه‌های دفتر رو خواهم کنم مثلا تشکیل کنم برن دوره‌های مدیریتی رو ببینن یا دوره الان دو تا بچه‌های شرکت ما دوره دارن دکترا میگیرن یکشان دوره فوق لیسانس رو میگیرن مثلا تشکیلشون رو حتی مرخصی هم برمی کنم چون اگه این بره با سوال بشه من با سوال میشم. شما میدونید که یه مدیر اصلا اون مدیر نمیتونه باشه بدونه که تیمش قوی باشه. خود آدم ها که یه نفرن اگه اون طوفان ذهنی یا اون اتفاق برای مجموعه نیفته که یه آدم اصلا موفق نمیتونه بشه. این ترامپی که رئیسشون شد خودش رئیسشون نشد ایلان ماسک خود تیمش ایلان ماسک مورد رئیسشون کرده ولی خودش نمیتونست رئیسشون بشه با اون هم خلافی کردیم. یه تیم قوی وکلا پول دانماس میدونن که بعد از این انتخاب شد 64 میلیارد دلار برگشت اون جیب همشون ولی علیه حال از این تیم توفان قوی کنه پس برای اصلا ما مقصرون برد اعتقادم برای این آدم ها میدونم انجام نساجه خیلی کار میکنن این آدم ها برای تشکیل اینکه تیمشون قوی بشه اصلا مقصر نمیدونم. سوال دوم راجع به تعریف پروژه بود. شما گفتید الان من پروژه تعریف می‌کنیم برای لباس ضد حمله ولی هنوز جواب نرسید. نظرتون چیه که این پروژه‌هایی که تعریف می‌کنید رو اعلام می‌کنید به جای اینکه به یه استاد بگید هر چند تا تیم دانشجویی که میان اعلام آمادگی کنن برای پروژه‌ای که شما تعریف می‌کنید؟ دانشگاه پلیتکنیک ایرانی از طریق آقایون منتظر و خانم اکبری و جهان دانشگاهی اعلام آمادگی کردن هر کدوم از تیم دانشجو هستن یا تو پروژه داخل آمادگی داره. فکر کنم اینو پس دانشگاه اطلاع نداره دانشجو چون حداقل من فکر کنم من نمیدونم خیلی این هم دلیل ولی اینجور مثلا 5 تا تیم میان پروژه شما حاضرین کار انجام بدیم حالا توی برتر نتیجه‌ای که بشه من موافق باشین کیس استادی ضد حمله مال کنسوس رو من اعلام کردم دوباره انجام حتما اتفاق. و سوال آخری که دارم گفتید نسل 4 خانوادگی هستید که الان
اگر تو خانوادهتون توی این کار نبود یا سرمایه‌دار نبود به نظر خودتون چه کاری انجام میدادید و خودتون رو کجا میدیدید؟ من توضیح دادم با آرزوهامو زدیم رویاهامو زدیم شاید یه رویایی داشتم در صبح کار میکردم نمیدونم چه اتفاقی میفته ولی من مثال کوچیکش رو از لباس کار شروع کردم که به عنوان کیس دیگه میتونه خیلی هم ساده باشه و خیلی هم اولا هزینه های بسیار پایین و سرمایه گذاری مرسی چکیم. سلام. میخواستم بگم ما الان به عنوان یه اصلا تاجر یه کارخونه دار مثلا بخوام بشم آدم باید همه چیز رو بدونه مثلا مهندس نساجی باید همه چیز رو بدونه یه مهارت تخصصی هم باید داشته باشم آدم مثلا یه موشه کار رو بگیره نه من فقط مدیر کد بشم یه سری کارمند داشته باشم به اونا آموزش بدم این چجوریه مثلا من خودم هم یه مهارت تخصصی داشته باشم نه فقط دونستن راجع به موضوعات مختلف کافیه. حتما تخصص عمومی سیکس زدیم که بدن مثال الکترونیکی رو برای شما زدم که کسانی که الکترونیک با آیتی بودن یه نفر بکارم تو کارگاه یعنی هر کسی که الان به روز بتونه خودش با آیتی بدونه تخصص داشته روی تعمیر ماشینه ولی روزگر این برد ماشین چینی از یک سال دیگه هر کسی تعمیر نقل ماشین چینی رو برداشته به شدت قوی میشه ما این ماشین چی باید چند وقت حالا اصلا آلمانیش هم میشه فرق نمیکنه دو تا آلمانی ماشین خراب نمیشه ولی ماشین چینی همیشه نشون داره که ماشین برق دارن مثلا الکترومکانیک اگر موفق باشن توی این کار الان تعمیر کارهای موبایل چند موفقن توی نساجی هم اینطوره اگر کار بزنن در دینی که دارن دست دارن موفق شد به تخصصی یاد بگیرن همین عمله من فکر کنم از این ساختاره یه ذره ساختارهایی بهش کرد این بچه‌ها واقعا خودشون اول مشکلشون واقعا اینه که پول ندارن کار رو نمیخوان بکنن اگه اصلا دوست ندارن به کار بکنن خانم‌ها که فقط گرفتار زندگی میشن ولی آقا پسرها فکر کنم اینطوری نیستن موقعی باید در موقع باشن زای سامبایی بشکنن اگه دانشگاه اجازه بده هم آره این هست الان واقعا این که با میخوایم دنبال پول باشیم واقعا این سوالا یه داریم که چه کار جدیدتر اینجوری بکنیم من میگم آقای دکتر یه کار دیگه بکنیم اصلا یه داری میتونید غیر از این بحث دانشگاه تو مکتب این دفترامون بذاریم یه داری تو دفتر باشه نمونه کارامون هم هست ببینیم چه چیزایی داریم چه چیزایی نداریم بذار بچه‌ها بذار قضیه‌تر بشه حالا از تو نشد کلاس دانشگاه و این پایه‌ها هست این دکلاری یا داریم بشکنیم ما آمادگی کنیم هر مخاصی هوایی دوستان که توی جلسه هستن بسیار آماده ما دفتر مدیر داماد هر دو آمادستان نمیشتن در 15 نفر جا ندارن در کنفرانس ما اگر لازم بود هماهنگ کنیم با دکتر سعی از دفتر ما بذارید بشینیم با این گپ اونجا دوستانه بزنیم ببینیم که چه چیزایی باید انجام بدیم به قول شما چه تو در میارید ممکنه با این کار خیلی کوچیک واقعا ساده من مستقیم حالا هماهنگ کنیم با دکتر شما هماهنگ کنید از این ساختمان بالا نشستن میذارن من بخورم متوجهتون بر تایم کمر هستش فکر کنم این حرفا رو بزنیم دوستان سوال مثلا حسن خطاب برنامه‌مون من چند تا کلمه رو به شما میگم شما توی یه جمله یک کلمه توصیفش کنید دیگه فایده ضربا فهمید زحمت واقعا خیلی زحمت واقعا فوق‌العاده‌ای عدالت‌مندی واقعا پدر همه چیز زندگی واقعا پلی‌تکنیک وقت است تو همیشه دید میشه با هم اینجاست نساجی کیف آقای وزیر فرستادن تو پسرها نساجی بودن ولی گفتم تو نساجی نرد کار کنید این مجموعه‌ای که با گلرنگ کار میکنن دیگه دارن کار میکنن همین که خیلی دارن حالا میفروشن حالا اسمش منظور نمیتونست نبله این هم یکی کاملا باید کار میکنن اومدن صحبت هم کردن و جمعه هم بود که بخوش گفتم آقا چرا گفتم برو تو کار مالی نساجی خیلی مالی نساجی دوره مدیریت مالی بر قصد ساختن و کلمه آخر ایران
دیگه از این بالاتر کردن ندارم. یعنی واقعا به نظر من خدا من نشان ایران چی وجود نداره اصلا. خیلی هم عالی. بچه الان یه پیام به من دادن به عنوان سوال آخر که روی پروژه های بچه ها سرمایه گذاری میکنید که مدت به شدت دوست دارم. به شدت دوست دارم. ولی به شرط واقعا واقعی ها باشه ها. من عالی دوست دارم بچه هایی که بیان پروژه بدن، پروژه که تبدیل میشه حالا لازم نمیتونی تبدیل بشه ولی باش چه میگن خیلی هم عالی. دیدن یه دور تدبیری برای کردن با احترام خیلی هم